Her şey. پارچه شاه جلو. شاه جلی آره. یعنی چی؟ شاه جلو یعنی استخر بزرگ. الان شده ایل جلو. ایل جلی یعنی استخر مردم. آره. اون موقع نداره. میشه لطفاً بفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر که امکانش باشه میخوام در مورد شاه گلی برامون یه توضیح بدید. بفرمایید. شما بپرسید خب این جلوتر صدا نمیره. صدا میرسه. قدمت این برمیگرده به چقدر وقت پیش؟ سال میگم 54. سال 54. خب اسمش چیه اینجا؟ به چه چیزی معروفه؟ شاه گلی. آره. اسمش به الان چرا میگن ایل گلی؟ از سال 57 بعد گفتن ایل گلی. آها. اقدام مال شاه بود. اصلی ترین گل هم بالاست. اگه برین 1000 پیلر بالاتر اونجا یه استخری هست کوچیکه. اصلیش اونجاست. آبم داخلش هست؟ آره آبم داخلش هست ولی کوچیکه، اندازه اینجا نیست.